تشکر میکنم از تلویزیون خورشید، تری سپورت و تلویزیون میوند و رسانه‌های دیگه که در اینجا حضور دارند. خوشحال هستم که دو جوان جسور دیگه ما که تخلص یکیش جسور است که جوان دیگه ما هاخونزاده در مسابقات رسمی تانستن که یکشان برای اولین بار در افغانستان تانستیم که بیرونی ها را دعوت بکنیم، نشان بدیم که در این سرزمین صلح و ثبات است. آن چیزی را که شما از طریق مطبوعات میشنوید چنین نیست و تانستن که حریف ایرانی و حریف هندی خود را شکست بدن. در گذشته‌های قدیم بعض ضرب المثل ها و بعض وجیزه ها را که مردم عنوان میکردن اون چیزا واقعیت داشتن. میگه در یک قریه یک مادر مریض شد، پسرش خواست که از اون طرف قریه از جنگل بگذره و بره دکتر بیاره. وقتی که به جنگل رسید طرفای نماز دیگر بود، متوجه شد که یک شیر در پایین استراحت است. تفنگش به سر شانهش بود، از پهلوی از شیر گذشت رفت. وقتی که دکتر با خود گرفت دوباره بازگشت کرد. دوباره که بازگشت کرد دید که باز شیر خواب است که تفنگ خود را قلور گرفت و به طرف شیر. شیر صدا کرد که ای بنی آدم، از این طرف که گذشتی بسیار راحت گذشتی، ولی از اون طرف که آمدی طرف ما قلور گرفتی، چی از دلیلش؟ گفت که از این طرف که گذشتم سیل کردم که در بالای سر خودت یک شاهین بود. ما فهمیدم که شاهین پاچای پرنده هاست و خودت مشوره غلط نمیده. ولی از اون طرف که گذشتم سیل کردم که بالای سرت یک کلمرغ بود. تفنگ به طرفت گرفتم که نشه که کلمرغ برات مشوره غلط کنه. ما باور دارم که رئیس جمهور افغانستان دلش برای کار میتپه. ما باور دارم که رئیس اجرایی افغانستان شناخته که با ایشان ما دارم دلش قلبش به کار میتپه. ولی ما امیدوار هستم که کلمرغایی که تا به حال نسبت به این سرزمین چیزی را نمیدانند و کار را نمیدانند مشوره‌های غلط به رئیس جمهور ندهند. دو قهرمانی که قهرمانای نخبه خوبه که از کشور هندوستان در وزن 60 کیلوگرم با همراه احمد قید جسور قهرمان افغانستان مبارزه کرد در وزن 60 کیلوگرم و در وزن 70 کیلوگرم داریوش خردمند از کشور جمهوری اسلامی ایران همراه خودم فایت کرد. یکی از قهرمانای خوب ایران بود که ریکاردش باخت نبود. قسمی که در ریکارد ما در این رشته باخت نبود، اونا هم باخت نداشتن. که این مسابقات را در 20 عمل از یکی از رسانه‌های خوب افغانستان مسابقات به طور زنده و لایو پخش گردید. که در این مسابقه خوشبختانه 8 جور ما مسابقه داشتیم. تیم ملی ما که دستاوردهای خوبی داشت در بین خود. دو مسابقات ما مسابقات خارجی بود که در این مسابقه دستاوردهای خوبی که سر کمربند ما داریوش خردمند چلنج کرده بود که من خوشبختانه تانستم کمربند خود دفاع کنم و کمربند سازمان چیپسی را هم از نظر بگیرم. همچنان آقای جسور که کمربند مسابقات نیمه مرکزی را برگزار کرد و کمربند حریف هندی خود را در بسیار دقایق کم حریف خود با مصاب میشنی که حریف تسلیم ساخت و بیرق افغانستان این بار در داخل افغانستان دو قهرمان بلند ساخت. و تشکر میکنم از جناب جنرال صاحب که از مسابقه پیش مرا بسیار ما و جسور صاحب روی بالا در این مسابقه دادن که در مسابقات ما سفری داشتن، در این مسابقات حضور نداشتن که سفری بودن از افغانستان خارج. اگر می بود ما به مون ویدیوی بالایی که داخل رنگ مسابقه شدیم از یک کده بالاتر می بود، مگم جنرال صاحب نبود. از اعضای فدراسیون دیگه دوستای ما را خبر کرده بودیم، از المپیک بود که بسیار ما را
تشویق و واقعا تبریک کرد و تشکر میکنیم از جناب صاحب احمد شاه سنگدل که این برنامه ما را رئیس پانتون دنیا که برنامه ما را مکمل اسپانسر کردن و کاور کردن و ورزشکارا را زیاد روی بالا دادن و تشکر خاص از ترینرهای خوبم استاد ازمرای گردیزی، استاد پهلوان غلام سخی که در 3 تمرینات ما بسیار کوشش کردن واقعا که زحمات زیاد کشیدن و جمشید احمدی که بخش کمال تمرینات ما را در گردن جمشید جان بود که به خاطر که بار اولین بود بسیار با یک میهمان‌نوازی خوب واقعا که میهمانای ما راضی رفتن. قسمی که ما در کشورهای خارج می رفتیم طبعا یک ورزشکار که میره از او گپای خوبشان یاد میکنه زیادتر گپای منفیش یاد میکنه که ما به ایرانیا و هندیا همه قدر وقت و همه قدر جای نمانیم که خدا نخواسته از گپای منفی افغانستان یاد کنه و بسیار یک میهمان‌نوازی خوب و خوش رفتن که میدیای ما در جریان بودن که بعد از مسابقات در میدیا رفتن خصوصا در تلویزیون میوند برنامه داشتن و به زبان خود از افغانستان بسیار افغانستان به این قسمی که میگن ما گفته بودیم فکر نمیکردیم. وقتی که آمدن ما خودم از فدراسیون برای ما پیشنهاد شدن که شما در این مسابقات پیشروی حریفتان برین. من رفتم در پیشروی حریفتان با دستای گل و با مو بسیار به خوبی ران را آوردم از داخل میدان. اینا فکر نمیکنن آقای میگفتن افغانستان قهرمان داره که در این آقای جسور هم است احمدی صاحبان که میگفتن افغانستان قهرمان داره. افغانستان برای ما یک چیز دیگه گفته بودن، اولین بار بودن که آمده بودن. مگم وقتی که آمدن جای بوده باشه مکانی را که دیدن و این مسیرهای راه ما را دیدن سالون مسابقات برگزاری مسابقات دیدن میگن چیزی که افغانستان به ما گفته بودن افغانستان رقم نبود. واقعیت که افغانستان از سیاستمدارای ما در کشورهای همسایه کم میزنن مگر این قهرمانا و ورزشکارا از نگاه ورزش علم دانش افغانستان جای کمی نیست. افغانستان از هر نگاه سطحش بالاست. من زیاد سخنرانی نمیکنم وقت کم است. بازم در آخر تشکر میکنم از جنرال صاحب که بسیار ما را در این مسابقات پیش از مسابقه روی بالا داد. رویه و همین انرژی تشویق جنرال صاحب بود که ما همین مسابقات بسیار به خوبی سپری کردیم و به خیر گذشت.